فیلتر نیستم عروسه جان پیرمی خود عروسه چی عروسه؟ سلام دوستان، به اولین ویدیو متفاوت کانال یوتیوب من خوش اومدید با موضوع سوال و جواب. من توی اینستا یک کوئسچن باکس گذاشتم. کوئسچن باکس گذاشتم و گفتم که هر سوالی که دارین، خصوصی، کاری، هر چیزی که هست از من بپرسین، در حد توان جواب میدیم. حالا ما یه سری از سوالات رو نوشتیم اینجا. ایشون هم که آقای همسر هستن، قراره که از من بپرسن و من جواب بدم. اول از همه میخوام بگم که اگر که ما اینجا به زبون فارسی صحبت میکنیم و به زبون محلی خودمون یعنی لری صحبت نمی کنیم، چون اینجا یوتیوب هست و قطعا مخاطبهای یوتیوب بیشتر فارسی زبون هستن، یعنی مخاطبهای فارسی زبونمون از لر زبانانمون زیاد بیشتر هستن و برای همین دیگه ترجیح دادیم که فارسی حرف بزنیم، چون فارسی رو هم لرا متوجه میشن هم دیگه خود فارسی زبون. خب اولین سوال بپرس. اولین سوال بیوگرافی کامل. بیوگرافی کامل. خب چون خیلیاتون میپرسیدین که لوری هستم اهل کجایی، چند سالته، یه بیوگرافی کامل بده، مثلا متأهلی یا مجرد. گفتم که کلا این سوالو کلی بگیم. متأهلی یا مجرد؟ من نسیم آون، 25 سالمه، متولد 17/5/1376 دهدشت زندگی میکنم، استان کوهگیلویه و بوین احمد و متأهل هستم. بچه‌م ندارم و اینکه تقریبا الان 9 الی 10 ماهه که شروع کردم به این سبک، یعنی قبلا دابستانش میگرفتم ولی خب الان 9-10 ماهه که شروع کردم به این سبک. مشخص خیلی کلافابی. خب نه خب اوکی، بپرس. سال بعدی پرسم. چرا بچه نمیاری؟ چی بچه نمیاری؟ چون حوصله‌اش ندارم. خب خارج از شوخی، چون شرایط کاری من جوریه که واقعا بچه آوردن با هر پاسخ اشتباهی نمیشه، یعنی با تجربه کاری که من دارم نمیشه. فعلا بچه نمیخوایم و به نظرم تایم خوبی برای بچه دار شدن نیست، چون من نمیتونم وقتمو در اختیارش بذارم و خیلی بی تربیت باید قطعا. من وقت ندارم. خب سال بعدی به خاطر پول کلیپی سازی یا علاقه داری به این کار؟ به خاطر پول. خب هم پولش، همین که دیگه واقعا همه میدونن، یعنی کسایی که اطرافم بودن و با من آشنا بودن، ارتباط داشتن، چقدر بد صحبت میکنم، همه میدونن، فامیل، که من از بچگی به بازیگری علاقه داشتم ولی خب نشد و دیگه این اینستاگرام یه زمینه‌ای شد که من بیام توی این اینستاگرام کار کنم و الانم که یوتیوب و قراره توی یوتیوب بهتر کنیم. خب چقدر هزینه کردی شروع کارت؟ چقدر هزینه کردم؟ خب این داستان هم بگو. این سوال خیلی برام ناراحت کننده است. اصلا میتونم فارسی بگم پک اومده. خب خیلی سخته بخوام جواب بدم به این سوال، چون من خودم چند ماهه که متوجه یه داستان و یه موضوعی شدم و خب قطعاً که برای شما هم ناراحت کننده است، ولی میگم که بدترین شرایط هم میشه کارتون رو شروع کنید و خب کم کم پیش برید و موفق بشید. آقا داستان از این قراری که خب من همیشه به بازیگری علاقه داشتم و شوهرم هم میدونستم. من سالن زیبایی داشتم و خب اونجا کار میکردم، ولی من اصولا آدم خونم، یعنی دوست دارم توی خونه باشم و توی خونه بیشتر حالم خوبه. برای همین توی آرایشگاه که اینکه بخوام 24 ساعته توی آرایشگاه باشم واقعا برام مقدور نبود، خیلی سختم بود و شغل آرایشگری همینه دیگه، خیلی زحمت میخواد و میخواد که کل وقتتو بذاری توی کارت و جایی که هستی. و اون چیزی که مد نظر من بود با آرایشگری خیلی طول میکشید بهش برسم.
و از طرف من یه پیج داشتم، پیج داب اسمش، و خب میگم که شوهرم میدونست که من خیلی علاقه دارم و اینا. دیگه اومدم با شوهرم صحبت کردم، خندیم، با اینکه خیلی هزینه کردیم ولی خب شوهرم گفتن که نمیخواد توی آرایشگاه کار کنی و واقعا همون کار تو انجام بده، همون کاری که بهش علاقه داری رو انجام بده. ایشون مشوقم بودن، تشویقم کردن، از همون اولم بهم گفتن که بیا شخصیت سازی کن، بیا 5% اون چیزی که پیش من هستی و 5%ش رو نشون بده توی دوربین و مطمئنم که دوست دارن. ولی از اون جایی که من خیلی آدم خشکی بودم گفتم که من سیبیل بزنم عمرن، من شلوار مردونه پوشم عمرن درم و آخرش دیگه اومدم که شخصیت سازی کردم. قبلش من بهشون گفتم که چه جالب مشتبه، یه چیزی هست به اسم پرده سبز و میتونی موقعیت رو پشت سر تغییر بدی و دیگه نیاز نیست مثلا بری تو خیابون و اینا. چه خوبه، کمک میکنه. هنوز شروع نکردم، یعنی یکم سرگردون بودم که چیکار کنم، چه سبکی بزنم و اینا، به جز داب اسمش، چون همه میدونن داب اسمش تا یه حدی پیش میره. من فقط بهش گفتم. بعد اینکه ما توی اون تایم از نظر اقتصادی و مالی واقعا توی مضیقه بودیم و خب شرایط اقتصادی خوبی نداشتیم. اینقدر نداشتیم که بعدا من متوجه شدم که من بهش گفتم که پرده سبز، فقط بهشون گفتم که همچین چیزی هست، اصلا نگفتم که برام بخر پرده سبز. بعد ایشون رفت، اصلا کسی باور نمیکنه، قطعا باور نمیکنه، ولی ایشون رفتن تو شهر و موقعی که برگشتن برای من 9 تا از این برگ‌های سبز خریدن، یعنی پرده سبز نگرفتن چون نمیدونستیم اون موقع از کجا چیز کنیم، خیلی پیگیر نبودیم. 9 تا برگه سبز خریدیم و کنار هم با پونس بهش میگن، پونس نه لغیبو، چسبوندیم به هم که مثلا من بسازم. من اون موقع نمیدونستم چه خبر و بعدا متوجه شدم که ایشون یه ریش تراش داشتن که ظاهرا رفتن توی شهر ریش تراش رو فروختن و چقدر شرایط خراب ریش تراش هم نکردیم. هر موقع که من همچین موضوعی فکر میکنم، لوری پارسی شده واقعا خیلی خیلی سخته و خب ادامهش ندیم که بغض کنم اینجوری با خراب شد. باشه بریم سوال بعد. میگن که خیلی سخت پارسی حرف زدم. تمرین موتوری. و اینکه برای پیج چی نیاز داشتیم. من یه رینگ لایت داشتم که چون تو سالن استفاده می‌کردم برای عکس گرفتن از نمونه کارام، تا یه رینگ لایت داشتم با یه گوشی A52، نه یه گوشی اول پی سی لایت. بعد اینکه من دیگه شروع کردم یکم کیفیتش پایین بود، دیگه گوشی شوهرم رو بهم دادن که A52 بود. بعد دیگه کم کم کار کردم و با پول خودمون تونستیم یه گوشی. خب بریم سوال بعد. کی باید گوتی کلیپ بسازی؟ بعد ایده معقولی از چی بی؟ ایده معقولی ببینید، شخصیت مرد برای من خیلی سخت بود. حالا بهتون گفتم که خیلی سختم بود که سیبیل بذارم و شلوار اینجوری بپوشم، چون یکم شخصیت رو به خشکی داشتم من و برام هضم نشده بود این موضوع و چقدر اشتباه کردم واقعا. خیلی سخت بود شخصیت مرد ساختن که صداشو چجوری بسازم و اینا. من صداشو خیلی متفاوت ساختم، به جای اینکه بمش کنم کلفتش کنم، من اومدم صداشو نازک کردم و یه صدای تو دماغی و تو گلویی بهش دادم که کم کم اگر توجه کنین خیلی بیشتر غلیظ‌تر شد، قشنگتر شد، هم شخصیت ماتولا هم شخصیت محقولی محمد قلی. و چقدر جمعه توش دارم داخل یوتیوب اصلا باورش نمیاد. و اینکه دیگه رفته روی شخصیت، روی حرکاتم، روی بدنم، روی فکم کار کردم واقعا. اینکه دیگه بهتر شد، طبیعی تر شد.
چون اول کارم به نظرم فقط حرفام شبیهشون بود، شبیه مادر پدر مادر بود. بعدش دیگه سعی کردم شخصیت سازی کنم و این به مرور پیش اومد که من خودم متوجه نشدم. الان کلیپامو با قبلی‌ها مقایسه می‌کنم متوجه این حرف میشم. شخصیت معقولی یه چیز ساخته و یهویی بود، ولی شخصیت‌های زنده‌اش توی اطرافیان بود، ولی من تلفیقی و یکم پیاز داغش زدم و اینجوری شد که کلیپ هم که دیگه خودم علاقه داشتم، شوهرم هم مشوقم بود، اینجوری شد که اوکی شد. خب سیست شوهرت داخل کلیپا نیاری؟ چرا شوهرت توی کلیپا نمیداری؟ آوردم چون کلا ایشون یه شخصیت به نظرم جدی دارم و خب اصلا نه علاقه به این کار دارم نه استعدادشو دارم، واقعا هیچ استعدادی داخل این زمینه ندارم. تکون میخرم. بعد ایشون و آبجیم فقط اینجوری نگاه دور میکنن، همیشه انگار مثلا میخوان عکس بگیرن و اینجوری که دیگه نمیارمشون، خودشون هم دیگه واقعا سرشون شلوغه و نمیتونن. خب یه سوال سخت، چطور با شوهرت آشنا آبی؟ خیلی طولانیه و شاید کم 12 خیلی طولانیه. حتما یه کلیپ جداگونه در این مورد داخل یوتیوب میذارم، حتما میذارم در این مورد و میگم که چی شد، چون از بچگی بود، از سن 12-13 سالگی و یه چیز بچگونه بود اولش، ولی خب دیگه بعدن این حس من اینقدر قوی بود و بدون که من پافشاری کردم، من یه کاری کردم بیا از من جسه بگیریم. خب هر چی چرا نیستم فیلم پیشنهاد بود بازی کنی؟ الان نه، ولی در آینده انشاءالله. حالا فرقی نه، مورد خوب پیشنهاد شده ولی الان قصدشو ندارم. واقعا هم نه تایمش نه اصلا. جریان مقلی و لوراس بعد از بهمن عروسی لوراس چی شد؟ چرا ادامه‌شو نمی‌سازیم؟ اتفاقا کلیپ بعدیم در این مورد هست، چون اسباب کشی داشتیم و یکم برام سخت بود، یهو از اون محیط اومدم توی این محیط و یکم سخت بود شرایط، ولی داریم اوکی می‌کنیم. یعنی کلیپ طولانی بعدی ما در این مورد هست، ادامه دعوای مقلی و لوراس. از سوال سختی پرسید، چه حلقه نمی‌پوشی؟ سکم ها ایشون همیشه پوشن. ببینید چون مطمئنم بیشتر از 72 ساعت رو دستم نمیمونه و قطعا گم میشه، چون من خیلی بدم میاد، خیلی ازم میپرسن و بهم میگن، مثلا دخترای پیجن که نسیم چرا مثلا اکسسوری نمیپوشی، چرا ساعت نمیپوشی. من متنفرم از اینکه یه چیزی بهم الحاق باشه، یعنی همیشه دوست دارم آزاد و رها باشم، کلا دوست ندارم و همینجور، ولی حلقه‌مو بعضی وقتای جای خاص میپوشم. ولی یه بار یه نفر از نزدیک به من اینو گفت، یکی از فامیلای خودتون، و من یه بار پوشیدم، با هم رفته بودیم بیرون، اینقدر من اینو در می آوردم که گفت ببین هیچ وقت نپوشتی. خب درآمدت چقدر از این اینستاگرام، از پیجت؟ درآمدم که خیلی حساب میکنم، من خیلی حسابگر دارم، میان چک میکنم این استوریامو. ببینید یه درآمد ثابت نیست، مثلا من بگم خب 10 تومن هست، 15 تومن، نه، هر ماه فرق میکنه و قطعا با اینکه فالوورام میرن بالاتر تعرفه تغییر میکنه و درآمدم تغییر میکنه. حالا بخوام میانگین بگم، ببین چیز خوبیه، خدا رو شکر راضیم و بهتره در این مورد صحبت نکنم. خط قرمز منه، خواهرم میدونه، حتی خواهرم هم نمیدونه که من چقدر چیز خوبه، خدا رو شکر. همسرت یا خانواده خود و همسرت مخالفت نکردن با کلیپ ساختن؟ جز مادرم، خواهرم، شوهرم، دختر عموم زهرا، دختر عموم الهه، هیچ کس و دوستم خوب که گفت چیز دوستم فاطمه، هیچ کس موافق نبود، همه مخالف بودن، همه به یه نحوی، به یه سازی، به یه تیکه میپروندن، خیلی ببینیم وحشتناک، اصلا نمیشه در موردش توضیح داد. فقط جز این 6-7 نفری که گفتم هیچکی موافق نبود، همه مثلا اینجا نگاه چرا همه مخالف بودن، هم خانواده خودم، هم خانواده شوهرم که
که نبود. سال بعدی اوکی شد. نه جدای یا با مادر شوهر زندگی؟ تا یه ماه پیش با مادر شوهر عزیزم زندگی می‌کردم ولی الان جدا شد. یعنی مستقل شد. خب شغل همسرت چنه؟ ایشون از همونطور که بهشون گفتم این پیرن نپوشه، پیرن رسمی بپوشه. خب میخوام ایشون مربی بدنساز هستن در زمینه فوتبال، در زمینه ورزش، حالا ممکنه فوتبالیست باشن، هندبالیست باشن، داور باشن. کلا آمادگی بدنسازی، آمادگی بدن انجام میدن به صورت خصوصی و عمومی که مدرسه فوتبالم هستن. خیلی خب سیچه داخل سن کم ازدواج کردی، بعد ازدواج سید نزیبی؟ بسوزه پدر عاشقی بسوزه. نه من 25 سالمه و خب توی سن 23 سالگی تقریبا نامزدی به ازدواج کردم و به نظرم سن اوکی هست و دلیلش هم علاقه بیش از حد من بودش. فقط نه اصلا فقط من. خب سال بعدی و داخل چیز همش تصویر کلیپ ساختن. کی به شوهرت و هونه دیرسه؟ کی به شوهر هونه زده؟ خداییش خود بگو. نه خداییش واقعا و همه چی رسه. یعنی واقعا حتی یه تایمی هم باشگاه ره هم میشه غذاشو به موقع درستی که و کلیپر چی رسی، چون واقعا کارش به شدت سنگینه، یعنی خیلی سخته. خیلی سخت بی ولی خب و همه چی رسه، یعنی و همه و بگو که اول که بیدار میشم چی کار میکنم؟ چی کنی؟ اول که دیاری آبو چی کنی؟ یه آشپزخونه. ایره آشپزخونه تمیزی کنه، غذا درستی کنه. ببین اولین کار من واقعا همینه که غذا درست میکنم. یعنی اولین کار من توی روز همینه که به خونه برسم، غذا درست کنم و بعد من تایم ظهر کلیپامو میگیرم. ظهر حالا دیگه بعضی وقتا اینقدر طولانی میشه تا شب ادامه داره. و اگر ظهر مثلا ساعت 3-4 بیان خونه ما، لباسای مثلا ماطلا، مقلین هم سجاد بسته افتاسه. چی کنی پوستت اینقدر صافه؟ روتین پوستی خاصی داری؟ بله روتین پوستی خاصی دارم. فیلتر استفاده کنم. این فیلتری خاصی توی فرستم. بچه‌ها من پوستم به این صافی که توی دوربین هست نیست و اصلا به این صافی که چی بگم، شاید 20 درجه پایین‌تر باشه، چون من صورتم به شدت جوش‌زا هست و چون نمیتونم از کرم پودر و کرم پوشاننده اینا استفاده کنم، چون خیلی هم بدم میادم که دیگه من هر روز دارم این کارو انجام میدم، برام سخته و برای همین مجبورم از فیلتر استفاده میکنم که صورتمو صاف نشون بده. اینو من تاکید میکنم ما به این یعنی نه حسرت بخورید نه گولی همچین چیزی رو بخورید. ببین الان مثلا ایشون اینقدر الان این فیلتر قویه که ایشون دیگه ریشش معلوم نیست دیگه، بدونین که من دیگه چقدر داغونم. ما اصلا به این صافی و خوشگلی که توی دوربین هست نیستیم، ولی خب من به شخصه چون همه دخترها همونجوریان، زیبایی رو دوست داریم به بهترین نحو جلوی دوربین باشیم، سعی می‌کنیم از فیلترها و المان‌های دیگه استفاده. ولی اصلا اینجور نیست و در حالت عادی اگر منو ببینید متوجه این حرف میشید که نمی‌بینیم بنوسیم. خب البته نمی‌دوسیم ولی خب خدا است دیو اونتون جابجا کردین. بچه یادتون من یه قفل هوشمند داشتم که خیلی ازش میپرسیدیم. ببین بچه دری که داشتیم در اتاقمون نهایتا 500 الی 700 هزار تومان بود و قفل در 12 میلیون. نه هنوز در نیاوردیم چون ما اینجا اجاره هستیم و میخوام اونو داشته باشم برای خونم در آینده انشاءالله. حتی یه چیزای هوشمند هم داشتم اونا رو گذاشتم ولی علی رضا بدون که ایام برام شوفش نه که ایام شد فرامش به استفاده کنید. خب بریم سوال آخر که خیلی هم مهمه، چون معمولا همه واقعا فکر کنن که نویسنده داری. خب نویسنده کلیپت کیه نویسنده؟ بچه‌ها نویسنده کلیپ‌های من خودم هستم. خب با توجه به تجربیاتی که دارم، چیزایی که دیدم از آشنا، دوست، خاله ها، مثلا همسایه هامون، مامانم،
و شخصیتایی که در حقیقی در فضای حقیقی که من باشون زندگی کردم بر اساس اونا من میسازم مینویسم و خودم مینویسم. دوست دارم کسی کمکم کنه ولی خب قبلا چندین نفر فرستادم و اونجوری که باید راضی نبودم، برای همین دیگه فقط خودم با تجربیات شخصی چیزایی که شخصی حالا یه چیزایی رو من از مامانم میپرسم، مثلا کلمات غلیظ مثلا زبونشون یا مثلا اصطلاحات خیلی قدیمی رو ازشون میپرسم. تقریبا 23 دقیقه شد ولی خدا ادیت میزنیم شاید کمتر بشه، ولی حسی استارت خیلی خوب، یعنی سوال جواب بدی شاید خیلی از داخل اینستاگرام فکرشی کردن، یعنی که وشنی رسیدن. امیدوارم که جواب سوالاتون امیدوارم که جواب سوالاتون رو گرفته باشه. من سعی کردم که حالا یکم کلی سازی کنم چون تقریبا 13-14 تا سوال بود ولی فکر کنم 20 خورده طول کشیده. بچه‌ها حتما کانال یوتیوبم رو سابسکرایب کنید، سابسکرایب کنید و اینکه حمایت کنید. زنگوله چون زنگوله هم داره. من بلد نیستم، ایشون بیشتر از یوتیوب سرگرمه. من زنگوله هم فعال کنین که زمانی کلیپ آپلود کنین یه خوشو به شما خبرین، شما فقط یه فیلترشن روشنی کنید و واردی ها کنید. آره دیگه اینجوریه. خب بچه‌ها خیلی ممنونم که تا این کلیپ رو دیدین. لایک یادتون نره، سابسکرایب، زنگوله رو فعال کنید. به خدای منان میسپارمتون. تا ویدیو بعدی درود بدرود. عجب فیلتری هم بلش فیلتر خبر نبینم اصلا مصنوعیم که خب بگیم مصنوعی هم پیروز؟ نه قطعش کتاب رو بیه قطعش کن قطعش کن خلیام کن همیشه تا همه قطعش کن یه نه تا قطعش شیر ماره باقلی شیر